علیکم برادران بسیار شما سمیوان میپرسیدید. سمیوان 100% оригинал 60 мода 8-12 кг курс лечения штепочка استفاده میبره. فربی میکنم مرحمت برادر کدمی در کارش زنگ زنه با همه شهرها دستفکا میکنیم. اگر مهاجر در دوام 3 ماه زبان روسی رو از خود نکند باید به حیث پول علاوگی 1000 روبل جریمه سپرد. اینا نمیدونم اگه جاشون دیونا شدیان با یک قانون نو پیشنهاد کردن که اگر که مهاجر زبان روسی را یاد نگیره 1000 روبل штраф میسپرده هر ماه. برادر این کارو در هیچ توگری نمیبینه. یک راه پول کارکنی را سر کردن. ما نمیدونیم دیگر چیکار کنیم. از زبان خودمون پول گرفتیم که زبان ما روسی را نمیدونه. بعد خودتون اگر یه سلاو تاجیکی را کو نمیدونین مگر ما هر روز 1000 سوم میگیریم. شما کو واپس تاجیکی را نمیدونین. ما کو با روسی را گپ میزنیم. همین لوبای تاجیک ما روسی را گپ میزنه میفهمونه میتونه مثلا چیزی گفتیسه میفهمه خو یگون جاش که نمیفهمه کما اینا که بسیارش میفهمه کو بعد شما واپس نمیفهمین تاجیکی را همین خاطر روس ما تاجیکی هم زدم به غرض هم چی میگی دیگه هیچ را نمیدونه که من خاطر 13 سال کار میکنم برای یک زبان ندونستان 1000 روبل штраф میکرده هر ماه میان میپرسیدن که برای گاو میزنه اگر که گاو 1000 روبل تا штраф میکردن این کار دایگون تو توگری نمیبینه اگر که ما همین کارو داشت ما بکنیم هر روز مگر ما 1000 سوم میگیریم برای ما یگون زبان یگون چیزی رو سر نمیدن از یه بار دیگه میمونم گوش کن من به فکر ما که هم خیلی قانون بروردیسیان نگاه کنین در صورتی که زباندونی مهاجر در مدت 1 سال بهتر نشود مبلغ جریمه زیادتر خواهد شد. این پیشنهاد در حال اگر با در ماه ازیادش نکنی با 1000 سوم ممکن 2000 میسپاری 3000 میسپاری اینا ببین برادرها این خیلی قانونای نو بروایسه با ما مهاجر با کجا پیش برویم بچه‌ی ما رو یه چیز سبک نه برو خین کردیسیان می‌دهد که مهاجران در روسیه برای گرفتن حق کار و اقامت امتحان زبان روسی و تاریخ و قانونگذاری را می‌سپارند. امتحان روسی دانی به طور شفاهی یعنی دهانی و خطی اگه پول سپاریدی دیگه تو تاریخ میدونی نمیدونی روسی میدونی پوفیگو بخریم بگردین پول بسپارین سمیگلانی تمام این پیشروی ما رو نشان میده وقتی که شما سوم گرفتین ما کجا پیش میرویم وقتی شما سوم گرفتین ما پیش نمیریم میگیم میجوش میشه میگیم نمیخوام روسی رفت کار میکنن رفتن میگیریم این پیشروی ما نیست برادرها ما پول میتیم و دیگه ما رو راست نمیکنم بگیم در زبان روسی پول میسپاری میری کارت دادن میگیری خیلی نمیشه کو خانه آباد و سربلند باشین